السلام علیکم. اینا ببینید برادران عزیز، برادر این خیلاده 1400 کیلومتر برادرش خبرگیری اومد است. 2900 الله المستعان. ببینید نه برادران، الله صفه میکنه برادران را زیاد کنه. کدامت که گرانیسه رفتن یعنی باشین ان شاء الله با همین خیلچو ملک قزاقستان گذشتنی باشین. رقم هایی که روی اکران هستند میتونید که زنگ بزنید و کدامت که حج رفتنی باشین حضرت به قلبی حج میروه. رفتنی باشین ان شاء الله. رقم ها روی اکران برای Через 1 километр 500 метров поверните налево. حضرت اگر کدامت که ان شاء الله حج راکی باشین میتونید که رقم ها روی اکران زنگ بزنید. برادرها در خدمت هستند برای پر معلومات گرفتن. ان شاء الله که همه جا و مکانش معینه، خوبه همش ان شاء الله شرایطش. فقط زنگ بزنید و در خدمت هستیم. خب دوستان عزیز، برای گرانیسه هم رقم ها روی اکران گرانیسه نوشته گیاین. دوام ویدیو را ان شاء الله تماشا کنید. حاجی را میگذاریم چخیل حج کرده هستیم نزدیک خانه خود. این خیلی گرانیسه بریم تا اینجا و مکان میگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، کدامت که ان شاء الله که حج راکی باشین برای حج رفتن حاجی را ان شاء الله که ما به قدر استطاعت روان کرده هستیم. سکه دست ما نیست ان شاء الله کوشش میکنیم و نزدیکی خدا موفق بگردانه. ما را هم نیز خودمون را میریم. الله سبحانه و تعالی هر انسانان هر حاجی که به خانه خدا میروند ان شاء الله که خداوند اونهاشون عفو و مغفرت بگردانه. چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که العمره الى العمره مكفرات لما بینهما. از این عمره تا عمره دیگه الله سبحانه و تعالی همه عفو میکنه میبخشه. اون خاطر اون حاجیانی که ان شاء الله که به خانه خدا میروند ان شاء الله که خداوند گناهاشون عفو و مغفرت میگردونه. و با دعا باشید دوستان عزیز، دوام ویدیو رو تماشا کنید ان شاء الله که حاجی خانه خدا رفته گیرند چقدر خرسند هستن ان شاء الله. یعنی نزدیک خانه خدا که میرین گس انسان نزدیک هستن، اتوبوس ور نمیشین، یگان ماشین گس ور نمیشین، پیاده ان شاء الله که نزدیک است میروین. خب برای کل اینفورماسیون گرفتن میتونید که رقم ها رو اکران زنگ بزنید. خب با دعا باشید. السلام علیکم. İnşallah Muhammed'in tavsiye şeyini ki azat Allah sallallahu aleyhi ve sellem güzeştama vazifetlerim yardımcı inşallah yine inşallah. Bro.